أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده. شماره حدیث در کتاب مسلم 597 می باشد. ابو هریره می گویند پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کنند، می گویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: من سبح لله فی دبر کل صلات 33. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که پس از نماز فریضه 33 بار سبحان الله بگوید و 33 بار الحمدلله بگوید و 33 بار الله اکبر بگوید، همه این 99 بار می شود. سپس باری صدم لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر غفر خطایاه و ان كانت مثل زبد البحر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که پس از نماز کسی که 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر بگوید و باری صدمش لا نیست معبود غیر از الله تنها، لا اله الا الله وحده لا شریک له، الله شریک ندارد، ملک آسمان زمین از الله، از آن الله هست و حمد و سپاس از آن برای الله هست، سزاوار است. له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، بگوید الله به همه کار توانا است. وقتی که این را گفت گناه های او بخشیده می شود اگر گناهایش عددش تعدادش مثل کفک دریا باشد. کفک دریا رو می بینید، کفک بحر رو می بینید چقدر بسیار است. با آنچنان همانچنان گناهش باشد گناهش بخشیده می شود. ببینید بر ما پیامبر صلی الله علیه و سلم چه امری رو می فرمایند که بسیار این رو ما ملازمت بکنیم. پس از نماز زود از جایمان بر نخیزیم بلکه این تسبیح رو بگوییم. و اینچنین هر کسی که پیش از خواب کردن اگر 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله و 33 بار الله اکبر بگوید، بیشک او فردا روزانه الله به او قوت می دهد که او تنبلی نمی کند. هم به نماز هم در کار و عبادتش الله به او قوت می دهد. در حدیث ها وارد شده است که حکمت دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی و فاطمه را فرمودند که شما وقتی خواب کردن این 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر رو بگویید، بر شما این مفید فایده دارد. وقتی که فاطمه شکایت کردن گفتند که بر من یک خدمتگزار لازم، پیامبر گفتند بجای عوض این تو این فرموده من را بکن کفایه می شود. در حقیقت هر کسی که این کار را ملازمت می کند او حس می کند، درک می کند که فردا روزانه الله به او نیروی داده است که هم به عبادت، هم در تربیه و هم در کارهایش الله به او کمک می کند. حتی حضرت علی می گویند که پس از اینکه پیامبر گفتند که همون تسبیح رو پیش از خواب کردن بگویید، من حتی در جنگ صفین ترک نکردم، شب جنگ صفین ترک نکردم. برای من هم گناه انسان بخشیده می شود، هم الله به او نیرو می دهد. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.